سلام، حالتون چطوره بچه ها؟ آقا من امروز اومدم که بهتون یه چیز باحال رو بگم. یه چیز باحال که خودم استفاده کردم، چندین سال اصلا دارم اینو استفاده میکنم، ولی خیلی جالبه. راجع به چند تا چیز عجیب دیدم، الان بهتون همشو توضیح میدم. آقا فرما جون میشه بشینی؟ بچه ها میخوام بهتون این ژل شستشوی صورت نیتروژنا رو، البته 2 مدل، اول اینو بگم، این برای کساییه که پوستشون جوش میزنه. سیویلجه به ترکی میشه جوش رو داری، دوندونیه. خب این خیلی چیز باحالیه و امکان نداره که پوست چرب داشته باشی یا مستعد جوش زدن باشی یا اصلا جوش داشته باشه پوستت اینو بزنی ازش راضی نباشی. توی ایران خیلی برای استفاده از این به مشکل خوردن. حالا دلیلشو بهتون میگم. به خاطر اینکه این برند نیتروژنا خیلی برند خفنیه، فکر میکنم یه برند نروژی باشه. خیلی ازش من هزار محصول دارم. ماسک دارم، این ماسک ورقه‌ای ها دارم، ماسک اینطوری که مثل ژل میمونه دارم، همین شستشوهای صورتشو دارم، کلی ازش چیز میز دارم. خیلی برند باحال و خفنیه. توی ایران من فکر میکنم یکی این که شاید اینو پر میکنن، مثلا جنس اورژینالش نیست، مثلا میرید از یه جایی میخرید. یه اتفاقی که میفته اینه که نمیدونم یه سری از آدم، حالا خیلی هم مبحث این که ایرانی باشی یا غیر ایرانی باشی فکر میکنم نیست، ولی یه سری از آدم ها رو دیدم مثلا میگن اینو چند خریدی؟ مثلا تو میگی من خریدم مثلا $2، بعد من اینو خریدم $1. ببین این وقتی در کارخونه میاد بیرون قیمتش مشخصه، مثلا قیمتش چه میدونم $10، تو دیگه این رو اگر زیر $10 بخری شما سود نکردی یا مثلا زرنگ نیستی، باحال نیستی، تو جنس اورجینال رو نخریدی. تو چون ببین این یه محصول مثلا بهداشتیه که تاریخ انقضا داره، یه چیزی نیست که بگی یارو با $، مثلا قیمت پایین خریده داره سودی نمیکشه روش، با همون $میخواد بفروشه. نه، این یه تاریخ انقضایی داره و قیمتش جهانی مشخص شده. تو نمیتونی از اون قیمت ارزون تر بخری بعد احساس کنی زرنگی. خب همین میشه که مثلا یه سری مشکلات برای پوستت به وجود میاد. ولی این رو هر کسی که استفاده کرده مشکل مثلا جوش و این جوش‌های وحشتناک داشته، این واقعا از بین میبره به طرز معجزه‌آسایی. هم خیلی بوی خیلی خوبی میده و هم خیلی واقعا مواظب اینه که جوش نزنید. حالا شاید الان توی ویدیو معلوم نشه، من عکسشو میگیرم میذارم. حالا یه دونه دیگه هم هست، این که خیلی از این قوی تره، این خیلی تخصصی تره، این دقیقا برای کساییه که جوش میزنن. این هیالورونیک اسید توش داره. نمیدونم چرا هیالورونیک اسید رو اینطوری میگم سالیسیلیک اسید هم توش داره. بعد این ولی توی هفته 1 بار فکر میکنم، توی هفته مثلا 1 بار بیشتر اینو نباید استفاده بکنید. اگر صورتتون مثلا جوش داره یا مثلا مستعد این هست که جوش بزنید یا اینا، پوست چرب دارید، اینو همین تو هفته 1 بار یا 2 بار استفادهش کنید. بیشتر از اون استفاده نکنید، به خاطر اینکه پوستتون رو خشک میکنه، تمام چربی پوست رو میگیره. اون هفته 1-2 بار خودش کنترل میکنه. مثلا 1 بار صبح استفاده کنید، تو هفته 1 بارم یه شبی استفاده کنید. بیشتر به نظر من شبا استفاده کنید، چون شب خیلی پوست راحت‌تر استراحت میکنه، در معرض آفتاب نیست و خب شما هم دارید میخوابید، یه استراحتی بهش میدید. اون چیزی هم که به صورتتون زدید کار خودشو میکنه بیشتر از اون چیزی که توی روز استفاده. مثلا توی روز احساس میکنم بیشتر هر چیزی که آدم استفاده میکنه مراقبتیه، یعنی مثلا تو ضد آفتاب میزنی میری بیرون که مراقب پوستت باشه، چون همش در معرض اینکه یه اتفاقی برای پوستت بیفته. ببخشید،
هستی، ولی خب شب میزنی و میخوابی دیگه و اون تاثیرات خوش رو میذاره. پس اینو به نظرم شب مثلا 2 بار تو هفته استفاده کنید، کسی که پوست چرب دارن. حالا نگید همش هر چیزی که واسه پوست چربه میگی، بخاطر اینکه من خودم پوستم چربه این چیزا رو استفاده، ولی کلی چیز میشناسم برای پوست خشک و اینا. پس یکی شد این نیتروژنا، یکی هم این رو من خیلی دیدم توی ایران که خیلی چیز میکنن، یعنی توی اینستا دیدم که مردم راجبش صحبت میکنن، نه خیلی بده خیلی فلانه این. فکر میکنم که یا درست استفاده نکردن یا درستش رو استفاده نکردن، چون اصلا به طرز عجیب غریبی این جوش رو از بین میبره. اصلا صورتتون جوش داره، تو هفته مثلا 7 روز صبح پاشی با این صورتتو بشوری میبینی جوشات داره کم میشه. الان دقیق نمیدونم قیمتش چنده، ولی نیتروژنا یه برند معروفه دیگه، اصلا میتونید سرچ کنید تو گوگل، سایت خودش هم میاد بالا. اگر توی ایران خرید میکنید از جایی که واقعا میشناسید و بهش اطمینان دارید خرید بکنید که مطمئن باشید جنس درست رو میخرید. یه بوی شبیه مثلا بوی پرتقالینا میده، بوی خیلی خوبی هم داره. بعد مثلا صورتتو میشوری واقعا مثلا تا چند ساعت بوش رو صورتت میمونه، حتی اگه کلی چیز میز دیگه هم به صورتت بزنی. خب پس شد این دوتا رو بخرید کسایی که پوست چرب دارید. خداحافظ.